درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخ گردون است و در صحبت امروزه ما کارشناس منطقوی قاسمی بیگ محمد. خوش آمدید دوستان عزیز. سلام. موضوع بحث و بررسی امروزه ما باز همانا حادثه که در ایران انقتالش در شرق نزدیک رخ داده است می باشد و مدتی هر 3 روز یا 4 روز ما با قدر امکان یک نفر از کارشناسان را دعوت میکنیم تا نوگانی هایی که دوام 3-4 روز آخر می شوند برای بینندگان قصه کند. خبر آخرانه که به دست من رسید خبرگزاری ریترز بود درباره آن که جانب ایران و جانب امریکا سازشنامه صلح را موافقه کردند و این معلومات با استناد به منبع‌های در پاکستان بوده نشر شده است. شما در این مورد چه خبر دارید؟ چه آگاهی دارید؟ من این خبر را تصدیق و تایید این خبر را هنوز از منبع‌های موثق مورد اعتماد ایرانی دریافت نکردم. البته در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های رئیس جمهور امریکا پخش شده است، ولی هنوز واکنش‌های رسمی جانبی ایران به مشاهده نرسیده است. معمولاً از توافقات این سطح، آن هم در رابطه با آتش بس و قطع درگیری‌های نظامی، روندی است که معمولاً آن تا به نتیجه رسیدن رسانه‌ای نمی شود. اگر جانب امریکا این خبر را درز می دهد، رسانه‌ای می کند، این به آن معناست که رهبری کنونی این کشور نیاز به حمایت افکار عمومی داخلی خود دارد و می خواهد وضعیتی که مخصوصا رئیس جمهور امریکا در صحنه جنگ با ایران با آن روبرو شده است کمی به آن سیمای دیگر بدهد، یعنی اعتماد مردم را برگرداند. ببخشید استاد، گرد از سر آن که جانب حکومت امریکا پورا پشتیبانی از موقع اسرائیل میکند، از هیچ کس پوشیده نیست و به اندیشه شما پس اسرائیل به هدفهای خودش رسیده است که امریکا میخواهد سازشنامه بندد؟ البته نرسیده است و اسرائیل تا حد امکان همیشه تلاش میکند تا ایران را تحت فشار نگاه دارد. این که تا حال حاضر با آتش بس میان امریکا و ایران ساخته است به دلیل شرایطی است که اجبار آن را پذیرفته است و اگر شما توجه کرده باشید در نخستین روز آتش بس میان امریکا و ایران، اسرائیل به لبنان به موقعیت های حزب الله حمله کرد که مثلا تعداد زیادی کشته و زخمی و همچنین خرابی های زیاد بجای گذاشت. بنابراین آن که امروز میان اسرائیل و ایران درگیری مستقیم وجود ندارد، این برگرفته از توافق میان امریکا و ایران است، زیرا ایران حمایت از متفقین خود، متحدین خود از جمله حزب الله را جزء از توافق با امریکا می‌داند. همین دیروز با فکرم جانب اسرائیل و جانب لبنان در سطح سفیرانشان با توافق نامه میان دو کشور آغاز کردند. پس یعنی که این یک شرط ایران اجرا شد؟ بله، چون منبع‌های ایرانی ضمناً منبع‌های نزدیک به دایره‌های قدرت نظامی ایران گفتند که پس از آن که اسرائیل به لبنان حمله کرد، ایران به جانب امریکا هشدار داد که اگر اسرائیل حمله های خود را قطع نکند حتما پاسخ خواهند داد و پس از این بود که
به استناد منابع ایرانی اسرائیل وادار به پذیرش آتش بس 10 روزه با حزب الله شد. این زمان به نظر شما جانب نیروهای نظامی ایران در حاشیه یک جواب محدود قرار دارند یا تیار هستند و یک جنگ وسیع؟ این آتش بسی که در حال حاضر ادامه دارد برای هر دو جانب، برای همه طرفهای درگیر فرصت است برای بازسازی توان نظامی و دفاعی خود. ایران همان گونه که بارها اعلام کرده است به تغییر هر گونه شرایط آماده است و ما طی 40 روز درگیری دیدیم که توان ایران مخصوصا قدرت ایران در زمینه توانمندی های به اصطلاح نامتقارن که منظور من حمله های موشکی و پهپادی است باعثی تخریب بخش زیادی از پایگاه های نظامی امریکا و دیگر تأسیسات مربوطه در خاور میانه شده است. همچنین جانب ایران تأکید کرده بود که اگر این جنگ ادامه پیدا کند از تسلیحات و تجهیزات پیشرفته تر استفاده به عمل خواهد آورد. من فکر نمی کنم که این فقط محدود به تبلیغات یا جنگ روانی باشد. مقصد سوال من این است استاد عزیز که اگر توجه کنیم وقتای آخر مثلا همون حمله های هم جانبی ایران و هم حمله های اسرائیل پیشتر مثلا فقط و ابیکت های حربی روانه می شدن. این زمان با ساختارهای داخلی خودی کشور صورت گرفته است از حمله ها. سبب این چی بود؟ البته امریکا و اسرائیل بر این گمان بودند که مثلا با از بین بردن رهبر ایران کلیدی ترین شخصیت های نظامی این کشور اصلا نظام سیاسی ایران را از بین خواهند برد و به دست خود مردم تغییر و تحول رو خواهد داد. اما دقیقاً در روی صحنه شاهدی وضعیت دیگری بودند و میلیون ها نفر از مردم ایران از حکومت خود حمایت کردند، به صورت شبانه روزی خیابانها را ترک ننمودند. این وحدت ملی، انسجام ملی و پایداری که مردم ایران نشان داد طرف مقابل را وادار به آن کرد که حمله های خود را محدود به تأسیسات نظامی نکند، بلکه تأسیسات غیر نظامی مانند پلها، راه آهن، راه، حتی پایگاه های برقی و امثال اینها را کند تا آشفتگی اجتماعی در ایران را به بار بیاورد و مردم وادار بشوند تا حکومت را تحت فشار برای مصالحه و گذشت در برابر امریکا قرار بدهند. به اندیشه شما در همین حالت پس همون خط سرخ کدام جانب در کجا مانده است؟ خط سرخ از جانب هم امریکا و هم ایران مشخص است. امریکا می‌خواهد که ایران غنیسازی اوران را قطع کند. اصلا اگر بتواند برنامه هسته‌ای ایران را به حد صفر برساند، بر بچیند، برنامه موشکی و پهپادی ایران را محدود کند، همکاری ایران با همپیمانانش در منطقه را از بین ببرد و امثال اینها. دقیقاً موقع ایران، اراده ایران 180 درجه برعکس این است، زیرا ایران میگوید که من به عنوان عضو معاهده مثلا عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، عضو آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای مگته، من متعهد عهده‌دار هستم که
تمام شرایط قانونی را رعایت کنند. از این منظر غنیسازی صلح آمیز هسته‌ای حق قانونی من است. ایران نمیتواند از منظر خود رهبران این کشور برنامه موشکی و پهپادی خود را که در میدان نبرد به قدرت متقارن و محدود کننده امکانات طرف متجاوز تبدیل یافتن اینها را از بین ببرد. اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی و پهپادیش را محدود کند، دیگر چیزی برای مقابله با تجاوزگران نخواهد داشت. در خبری که همین صبح رایترز پخش کرد و از آن یادآور شدیم، در همان مثلا آمده بود که یکی از مسئله هایی که مورد بحث و بررسی قرار شاید گیرد در آینده هم ایران چند فیصدی را که آماده کرده است برای ساختن عراقیت روی ترامپ اعلان کرد که آن را به من میدهند یا با گفت یا به ایران کشور سیوم. و فکر شما همین جانب ایران و همین اوران غنیسازی شده را اکنون به جانب کشور سیوم باید دهد یا به جانب امریکا؟ اینجا مسئله اصلی مسئله بی‌اعتمادی ایران به امریکاست. زیرا اگر شما در یاد داشته باشید در ماه فوریه، پایان ماه فوریه که مذاکرات هسته‌ای با امریکا ادامه داشت، وزیر خارجه عمان که میزبان این مذاکرات بود و همچنین برخی از مقامات سیاسی کشورهای اروپایی از پیشرفت‌های بسیار خوب در مسئله برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بودند. یعنی ایران آماده دست یافتن به یک توافق مورد رضایت دو طرف بود. با این شرایط تجاوز نظامی علیه ایران صورت گرفت. بنابراین مسئله قطع غنیسازی اوران و انتقال آن به کشور سوم و تا چند سال از غنیسازی سطح بالا دست کشیدن ایران به چگونگی روند مذاکرات و خواسته های مشروع و قانونی دو طرف بستگی دارد. زیرا غنیسازی اوران در حد معقول و قانونی حق هر کشور از اعضای سازمان ملل متحد است. من فکر میکنم که اگر ایران و امریکا در مورد آتش بس قطعی، در مورد حل و فصل مشکلات کلان خاورمیانه که بخش زیادی از آن به رفتارهای اسرائیل تعلق میگیرد و همچنین آزاد کردن سرمایه های ایرانی که در بانک های امریکایی نگه داشته می شوند به توافق برسند، مسئله محدود کردن غنیسازی اوران و انتقال اون بیش از 400 کیلو اوران غنی شده به یکی از کشورهای مورد اعتماد ایران از احتمال دور نخواهد بود. سلامت باشید. همین استاد با همین نقش امریکا در همین ماجرا، من مثلا شخصا خودم یگان بها داده نمیتوانم. برای چی؟ من نمیتونم که گویم که امریکا یک جانبی جنگ است یا که گویم که میان روی همین جنگ اسرائیل و ایران است یا که یک نفره که میخواهد همین عدم اعتماد به دستش گیرد. کدامش درست‌تر است به نظر شما؟ وزیر امور خارجه پیشین امریکا جان کری در چند روز پیش گفت که اسرائیل در زمان باراک اوباما، در زمان جو بایدن از امریکا در مقابل ایران چیزهای زیادی میخواست، از جمله حمله نظامی که رئیسان جمهور پیشین این را نپذیرفتند. اما
متاسفانه به قبل این مقام سابق امریکایی دونالد ترامپ زیر بار فشارهای اسرائیل رفت و دست به اقدام زد که امروز برای بیرون آمدن از آن آماده سر خود را زدن به هر در است تا کمک بشود و به نتیجه برسد. زیرا در پیش روی امریکا و خاصتا رئیس جمهور آن انتخابات میان دوره‌ای کنگره قرار دارد در 4 نوامبر سال جاری. اگر در این انتخابات دموکرات ها پیروز بشوند، قطعا وضعیت رئیس جمهور امریکا تغییر خواهد کرد. برای تصمیمات یک جانبه مانند اعلام جنگ دیگر این امکانی را که امروز دارد نخواهد داشت. بنابراین تلاش های رئیس جمهور امریکا این است که اگر می توانست ایران را شکست بدهد، با شعار شکست دادن ایران وارد این مبارزه سیاسی انتخاباتی می شد. حالا حداقل می خواهد سازش توافق با ایران را همچون دستاورد عرضه کند و امیدوار باشد که جمهوری خواهان کرسی های خودشان را که اکثریت را تشکیل می دهد بتوانند حفظ کنند. سلامت باشید. واقعا خود ترامپ این صبح اعلان کرد که اگر سازشنامه به دست آید و آن را بستن لازم شود، من حتما به پاکستان میروم. ببینید که چند پیش خودش میخواست که همین شرطنامه امضا کنند، ولی در آخر آمد. اکنون نمیداند که چگونه از این بازی بیرون شود. همین به اندیشه شما چرا کشورهای خلیج فارس که گاه و ناگاه از هر جانب هر گونه دعوا پیشنهاد میکنند یا که هنگامه میسازند، همین کشورها یگان طی همین کشورها مستقیما وارد جنگ نشدند؟ مثلا ببینید که چند مراتبه عربستان سعودی گفت که مثلا ما آماده هستیم، ما میتوانیم به جانب ایران پاسخ دهیم، یا که ترکیه ببینید که گفت که من آماده هستم که به خاک اسرائیل هجوم کنم، یا که از جانب پاکستان گفتن که اگر با عراق یدرایی جانب اسرائیل به ایران هجوم کند ما حتما به این ماجرا همراه میشویم. و فکر شما هرچند که اونا مشکلی عمیق اقتصادیشان پیش روی همه معلوم شد و از هیچ کس پوشیده نیست، یگان طی آنها مستقیما به این ماجرا همراه نشدند؟ کشورهای عربی خلیج فارس طی دهه‌ها با خرید تجهیزات نظامی از امریکا و کشورهای غربی و میزبانی از پایگاه‌های نظامی امریکا امیدوار بودند که زیر چتر امنیتی امریکا همیشه در آرامش به سر میبرند. ایران ضمناً قبل از زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سرزمینش بارها و بارها هشدار داده بود که اگر این اتفاق بیفتد من جنگ را جنگی منطقه‌ای میکنم، زیرا حضور نظامی امریکا در منطقه باعث چنین شرایطی شده است و همین کار را هم کرد. بیشتری پایگاه‌های امریکا در منطقه را مورد حمله قرار داد، خسارات بسیار بالا و میلیاردی وارد کرد. نه تنها تأسیسات مربوطه امریکا، بعضی از تأسیسات و شرکت‌هایی که در آنجا نفع و سود امریکا به صورت مشترک یا یک جانبه در قلمرو این کشور مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اینها وجود داشت، اینها را تخریب نمود. بله، گهگاه مقامات کشورهای عربی هشدار می‌دادند که ما هم دست به پاسخ خواهیم زد، اما این جرأت را نداشتند. چرا؟ زیرا اینها احتمال می‌دهند که امریکا ممکن است در آینده حضور نظامی خود را در این کشورها محدود کند و اینها در مقابل ایران با شرایط نو و جدید قرار بگیرند. از سوی دیگر این کشورها دیگر
به امید چتر امنیتی امریکا نخواهند نشست، بلکه به دنبال متحدان دیگری خواهند رفت که من فکر میکنم شرایط خاور میانه و کلاً اوراسیا در آینده در زمینه نظامی و امنیتی بیشتر به سود روسیه و چین فراهم خواهد شد. بنابراین مثلا اگر ایران این تأسیسات آب شیرین کنی کشورهای عربی را که معمولاً از آب شور بحر استفاده میکنند اینها را از بین ببرد، یک فاجعه انسانی به میان می آید. آنها با درک حساسیت مسئله هم خودداری میکنند و هم با توجه به پیامدهای جدی از چنین اقدام صرف نظر می نمایند. از شما درباره سیستم دفاعی هوایی پرسان شوم. به کدام خاطر؟ به اون خاطر که مثلا پیشتر وقت جنگ صورت می گرفت حتما از گنبد آهنی اسرائیل یادرس می شدن، ولی این جنگ اخیر، جنگ پیش از این هم نشان داد که اون گنبد آهنی هم واقعا آهنی نبوده است. همین با سیستم دفاعی هم جانب اسرائیل و هم ایران شما چگونه بها میدید؟ البته ایران از زمانی که در سال 1979 انقلاب این کشور پیروز شد تا کنون تحت تحریم های شدید مختلف قرار دارد و اون قدرتی که امروز ایران در صحنه جنگ نشان میدهد عمدتاً و به صورت حد اکثری به توان خود ایران، به توان نظامی و دفاعی خود ایران مربوط می شود. بنابراین توان تهاجمی ایران که همان قدرت نظامی و پهپادی آن است نسبت به توان دفاع هواییش در حال حاضر قوی تر است. اما در زمینه دفاع هوایی که از آن در ایران به عنوان مثلا پدافند یاد می شود، ایران اقداماتی را در دست اجرا قرار داده است که اگر مثلا کشور بتواند 5-10 سال در شرایط آسوده و آرام به سر ببرد، شاید ما در این زمینه هم ایران را یکی از قدرت‌های قوی نه تنها منطقه خاورمیانه بلکه فراتر از آن یابیم. جنگی که حاضر صورت گرفته ایستاده است هم در خاک اوکراین که آن را جانب روسیه عملیات مخصوص نظامی مینامد و هم در جنگ اخیر بیشتر از درون‌های و موشک‌ها استفاده میبرند. به اندیشه شما در جنگ‌های آینده خدا نکند و پیدا شدن این گونه واسطه‌های مقابلیت و جنگ چی نقش بازی میتواند؟ این به نظر من به آن معناست که کشورها با استفاده از تجهیزات مانند موشک‌ها و پهپادها یا همان هواپیماهای بدون سرنشین به صورت دقیق تر می توانند به هدفهای مورد نظر خود برسند. همان گونه که ما در طول این جنگ 40 روزه دیدیم، اینها وسیله های نقطه زن هستند که تقریبا اشتباه برای رسیدن به هدف بسیار کم روی می دهد و بجای اون لشکرکشی سنتی که وجود داشت، امروز استفاده از این فناوری های پیشرفته هم هزینه و خرج کمتری را دارد و هم طرف مقابل را وادار به عقب نشینی می کند. خیلی ها مثلا با هدف تبلیغات صحبت از آن پیش می آورند که امریکا مثلا نوبرهای خود را به منطقه خاور میانه نزدیک می کند، نیروهای زمینیش را آماده می کند تا احتمالاً
علیه ایران عملیات زمینی انجام دهد. ولی به اعتقاد بیشتری تحلیلگران و کارشناسان این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا برای کشور مانند ایران که سرزمین پهناور و از نظر جغرافیا مثلا کوهستانی، کویری، دشتی و امثال اینهاست، چنین عملیات فوق‌العاده پرهزینه، پرخرج و پیامدهای سنگین برای طرفی تعرض کننده، هجوم کننده در پی خواهد داشت. زیرا همان گونه که شما میدانید تا حال حاضر بالای 20 میلیون نفر برای داوطلبی اشتراک در جنگ ثبت نام کردند. حداقل امریکا باید 1 میلیون نظامی وارد قلمرو ایران کند تا بتواند این جنگ را تا جای پیش ببرد. در این صورت هم در مقابل 1 میلیون، بیش از 1 میلیون نیروهای نظامی ایران قرار خواهند گرفت و علاوه بر آن حداقل این 20 میلیونی که ثبت نام کردند. از این نظر من فکر میکنم که امریکا بسیار خوب میداند که حداقل برای این مرحله سازش، توافق و عرضه کردن یک نتیجه و موفقیت به افکار عمومی امریکا برای رئیس جمهور این کشور دستاوردی بدی نباشد. استاد عزیز، همین بالای و پس شدن نرخ نفت در جهان هم به واسطه به همین حادثه گلوگاه هرمز وابسته شد. بله. یعنی وقتی که ترامپ اعلان میکند که ما قریب به سازش رسیدیم، مثلا هم بعد همین خبر رایترز، نرخ نفت تا $100 پایین تر شد. لیکن وقتی گفتن که شرط ما به دست نآمد، باز از 112 بالاتر می شود. گویا یک هرش پیوند یک زنجیره شدند. این یک. دوم این که احتمال آن بود که به نظر شما بحران جهانی انرژتیکی به وجود بیاید. همین حالا هم دنیا گرفتار بحران انرژی یا انرژتیکی است و هم آشفتگی شدید اقتصادی. خیلی از کشورها سوخت یا بنزین مثلا برای روزها یا هفته‌های محدود در اختیار دارند. مثلا شماری از کشورهای اروپایی نگران آنند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پس از چند هفته با بحران شدیدی نه تنها انرژی بلکه اقتصادی روبرو خواهند شد. بنابراین حل مشکل امریکا و ایران باعث تغییر وضعیت در این زمینه خواهد شد. این که امریکا تهدید به محاصره مثلا بندرهای ایران میکند، بیش از آن که یک واقعیت باشد، یک استفاده تبلیغاتی از این وضعیت است، در حالی که ده ها کشتی ها همین حال دارن عبور و مرور میکنن، رفت و آمد میکنن. از سوی دیگر ایران ابزارهای بسیار زیاده برای تغییر وضعیت در اختیار دارد. علاوه بر تنگه یا گلوگاه هرمز، گلوگاه باب المندب است و همچنین بحر سرخ که از طرف همپیمانان خود حوثی ها می تواند کشتی ها را مورد تهدید قرار بدهد. بنابراین این محاصره هایی که امریکا اعلان می کند اقداماتی نیستند که آنها مثلا از طرف ایران و متحدانش به جواب بمانند. برای بیرون آوردن دنیا از آشفتگی انرژتیکی، انرژی و مشکلات شدید اقتصادی که از آن برخیسته است، تنها راه حل سازش، مصالحه و تضمین تکرار نیافتن این وضعیت
حداقل برای یک چشماندازی میان مدت است. سلامت باشید استاد عزیز، واقعا بهترین پاسخ دادید. در وابسته به همین قضیه سوال آخر به شما میدیم. به نظر شما از روی سینری بد و از روی سینری خوب، از روی سینری بهترین و بدترین، پایان این ماجرا چی خواهد شد؟ من فکر میکنم که وضعیت خاکستری باقی خواهد ماند، یعنی وضعیت میان سینریای خوب و بد حفظ خواهد شد. اگر چنین اتفاق هم بیفتد در شرایط آشفته کنونی برای خاور میانه نتیجه بدی نخواهد بود. سلامت باشید، خوش آمدید استاد عزیز. سلامت باشید. این بود برنامه نوبتی چرخ گردون با شرکت کارشناس منطقوی قاسم بیگ محمد. سلامت باشید. زنده باشید.